نشریه پایک با نشر 3 عکس در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که از ساعت 8 صبح 29 نوامبر سال 2023 رکتور دانشکده آموزگاری رشت رجب زاده محمدیار ناصر امروی معاونانش و محافظان دانشکده 23 آموزگار این مؤسسه تعلیمی را خودسرانه از خوابگاه دانشکده پیش کردند. سبب چنین تصمیم ماموریت دانشکده معلوم نیست، ولی بنا به اطلاع سعید ایدر معرف گزارش چیز و چاره آموزگاران را در سن دانشگاه ریخته و تا در پیش چشم دانشجویان آموزگاران را تحقیر کردند. او می افزود که رکتور رجب زاده خودش با یک بیرحمی مخصوص نه همچون رکتور بلکه چون ریکت درهای حجره های خوب استادان را در خوابگاه معلمان شکسته، با زیر دستانش چیزهای آنها را به بیرون پرتافته و معلمان را هر گونه سخنهای بد گفته طلب نموده است که او وظیفه دار نیست که معلمان را با خوابگاه تامین نماید. این در حالی است که بعضی از استادان از نویه های سنگوار، دیه های دوردست نویه نورآباد، از نویه لخش و تاجیک‌آباد بوده بجز از این خوابگاه سرپناه دیگر در رشت ندارند. گفته می شود آموزگاران رانده شده قریب همشان استادان تجربه دار و عنوان دار بودند. مقیم جان نبیزاده رئیس نویه رشت نیز در صحبت با پایک از دانشکده آموزگاری برایش رسیدن خبرهای تشویش‌آور را تصدیق کرده گفته است که دانشکده آموزگاری رشت همقدم استقلالیت دولتی بوده سال 2008 محض با تشبث پرزیدنت امامعلی رحمان برای تامین کادرهای آموزگاری منطقه بنیاد کرده شده است. حالا در این مؤسسه 3500 دانشجو تحصیل دارند که برای جوابگو بودن به متخصص زمان نو از طرف دولت تمام شرایط لازمه مهیا کرده شده است. ولی وقتهای آخرش چه باشد که بعضی از پرابلم‌ها ها در این دانشکده پیدا گردیده ایستادند که از بی‌مسئولیتی رئیس دانشکده درک می‌دهند. رکتور دانشگاه آموزگاری رشت رجب زاده تا کنون این خبر را شرح نداده است، ولی پایک رکتور رجب زاده را عیبدار کرده است که به جای بالا برداشتن آبروی معلمان و با امتیازها تامین کردن آنها آبروی معلمان دانشکده را برعکس به خاک سیاه یکسان نمود. در گزارش تاکید شده است که منظره چگونه از خوابگاه به زوری پیش کردن معلمان را صدها دانشجوی این مؤسسه تعلیمی تماشا می‌کردند و طبیعی است که دیدن چنین احوال زور آموزگاران این دانشجویان را نسبت به کسب آموزگاری نه چندان دلگرم می‌کند. پایک می‌نویسد که تا کنون شماره زیادی از آموزگاران دانشکده رشت از جمله عوض ربان، تقدیرف عبدالنظر، سیولیف نجیب الله، آدینایف محمد الله، شریفوف حاکم، خدایدادوف حکیم، سرخکوف مسلیدین، میرزایف حکمت الله، عظیموف لطف الله، مقصدوف اسمت الله، رستموف نسیم جان، محمد خانوف محمد روزی، عظیموف فردوس بعد رکتور تعیین شدن رجب زاده ترک کار کردند و بر اثر خنک نظری رکتور تا امروز 23 استاد دانشکده یک باره میخواهند ترک این وظیفه نمایند. نشریه پرسیده است که با این کردار بولجبانه رکتور دانشکده آموزگاری نویه رشت رجب زاده محمدیار ناصر مقامات دخل دار از جمله مقامات پروکراتور، رئیس نویه رشت، وزیر موارد و علم چه بهای قانونی میداده باشند.